این خطرناکترین پرنده دنیاست. شاید با خودتون بگید این که فقط یک کبوتر عادیه، اما سخت در اشتباهی، چون این پرنده جاسوس سازه مخفی ارتش آمریکاست. ظاهرش یه پرنده کاملا بی خطر به نظر میرسه، اما داخلش از یه پهپاد جنگی هم خطرناکتره، چون تو دلش یه بمب مخفی با قدرت انفجار بالا جاساز شده. یه چیپ نظامی هوشمند داره که به طور لحظه‌ای همه اطلاعات رو تحلیل میکنه. علاوه بر اون مجهز به یک موتور توربوفنه که فقط کافیه دستور حمله صادر بشه تا این پرنده مرموز اونجا رو به آتیش بکشه. یه دوربین حرفه‌ای هم روی سینه‌شه که حتی از فاصله چند کیلومتری تصاویر واضحی رو ثبت میکنه و در نهایت یه فرستنده فوق پیشرفته که همه اطلاعات رو برای ماهواره ارسال میکنه. مثلا آخرین مأموریت لو رفته از این پرنده زیر نظر گرفتن یکی از مهمترین دانشمندای شوروی بود که این کبوتر خبیث حرکاتش رو مو به مو ثبت میکرد و اطلاعاتش رو مستقیما برای مرکز فرماندهی آمریکا میفرستاد تا اینکه یک شب دستور نهایی صادر شد و کبوتر به سمت اقامتگاه دانشمند حمله ور شد و اونجا رو با خاک یکسان کرد و صبح روز بعدش تیتر همه روزنامه‌ها این بود: دانشمندی در حادثه آتش‌سوزی جان خود را از دست داد. ولی بخش جالب ماجرا اینجاست که یکی از این کبوترها سالم دستگیر شد، اما وقتی بازش کردن چیزی دیدن که باورش واقعا سخت بود.